چطورین بچه؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز شنبه است، میشه آخر هفته و دقیقا 1 هفته میشه که من اومدم اینجا. دلیل اینکه تو این 1 هفته از کاری که کردم ویدیو نگرفتم و یهویی رفتیم تو هفته بعد این بود که خب مریض شدم و جدایی از اون خیلی بدو داشتم، چون من دیر رسیده بودم به دانشگاه و کلا اینجا ویزام دیر اومد، واسه همین خیلی بدو داشتم و اصلا تمرکزی برای این که بذارم برای ویدیو متاسفانه نداشتم. ولی خب امروز هوا خیلی خوب بود و با وجود این که مریضم هستم نمیتونستم این هوا رو از دست بدم. یه دونه پارک نزدیک خونه من هست، خیلی خوشگله، داریم ما میریم اونجا قدم بزنیم. بارون ریز داره میاد، واقعا نمیتونستم این هوا رو از دست بدم. درسته یه ذره مریضم ولی آره اینجا انقدر میدونید خوشگله و یه جور رویاییه، آدم دلش نمیخواد تو خونه بمونه حتی یه روزم از دست بده که بره بیرون رو ببینه. چه همین کار رو کردم، مریض شدم دیگه. همینجوری که داشتم راه میرفتم داشتم به این فکر میکردم که واقعا این کشور، حالا کشوری اطرافش، آلمان و واقعا یه روزایی چقدر مردمش اذیت شدن، چقدر درگیر جنگ و این چیزها بودن، ولی در نهایت امروز پر از آرامشه و پر از زیباییه و همچین چیزی رو برای کشور خودمونم آرزو کردم تو دلم. واقعا آدم لذت میبره نگاه میکنه. حتی خیابون جای ساده، یه پارک ساده است اینجا دم خونه من، همچین پارک خفنی هم نیست و فقط آدم باید بشه نگاه کنه و که خوشگله، چون واقعا خوشگله. دلم میخواد بشنم اینجوری ساعت نگاه کنم. این بچه صداش میاد، خیلی شیطون بود، اومد به منم سلام کرد، من سخ کرد. اینجا کم پیش میاد مثلا تو خیابون یکی بهت سلام کنه، ولی بچه خیلی بامزه است. چشم میگفتم امروز آخر هفته است دیگه، کلا آخر هفته همه جا تعطیله. بعد هفته پیش من رسیدم آخر هفته بود و هیچ جا باز نبود، هیچی نداشتم که بخورم. بعد خلاصه صبح اومدم توی خیابون اصلی و یه دونه نون فروشی پیدا کردم، ازش یه ساندویچ کوچیک خریدم و همون من نجات داد. ولی خیلی جالبه، کلا تعطیلن و بستن به جز سری بارا و رستوران‌های محدود و یه سری نون فروشی‌های خوب. خلاصه که تو روزهای عادی هم تا ساعت مثلا 6 و نیم 7 دیگه میبندن همشون، بعدش دیگه هیچ جا باز نیست و همه خونه هاشون. صبح هم خیلی زود بیدار میشن و همش در حال دویدنن مردم. مثلا این ور نگاه میکنی یک نفر رو میبینی که داره میدوه و تمام وجودم میدوه و خیلی دوست دارم این موردشو که
میدوئن، ورزش میکنن و اهمیت میدن به خودشون. من خودم هم الان دیگه چند روزی شده که ورزش نکردم. مریضیم خوب بشه شروع میکنم، میام میدوام صبح و باشگاه دوباره شروع میکنم. تازه دارم خودم پیدا میکنم اینجا بعد از یه هفته و همه چی رویاییه. نمیدونم چجوری چجوری باید توصیفش کنم، ولی همه چی خیلی خوشگله. نون بگیریم و بریم خونه. همه نون فروشی ها بسته بودن، البته احتمالا نون هم تموم کرده باشن چون که الان ساعت بکنم 2 بعد از ظهر. anyway بریم. یه دونه توی مپ پیدا کردم زده بازه این جود. تلاش بر خریدن نون با شکست دیگه خسته شده، بسته دیگه بریم خونه. خیلی راه رفتم ولی یه نونوایی خوب پیدا نکردم. باید صبح میومدم ولی خب صبح ترجیح دادم بخوابم چون خیلی خسته بودم. ولی آره دیگه اینجوری بریم خونه سوپ درست کنیم. اینجا رو میبینین این ساختمونه موزه است. یه بار میام اینجا میرم داخلش و براتون فیلم میگیرم. این اولین باریه که خودم مریضم و خودم دارم واسه خودم سوپ درست کنم. اینا رو پوست کردم، اول خوردش میکنم و یه دونه قابلمه کوچولو چند روز پیش گرفتم. اینجا قابلمه‌اش یعنی گازی که دارم از این گازهای برقیه و قابلمه از این برقی ها گرفتم. الان تو این خیلی ذره کوچولوه ولی خب اندازه خودمه دیگه. کوچولو گرفتم که زیاد الکی هم جا نگیره همین که قیمتش به صرفه تر بود. بریم الان یه ذره پیاز سرخ کنیم، مرغا رو بریزیم توش و بقیه مواد رو بذاریم. من سوپو خیلی راحت درست میکنم، همه رو میریزم تو هم، آب میریزم، ادویه میزنم و میذارم بپزه.